میلیون ها دلار در کشور آمد، میلیاردها دلار و مردمش امروز در دشت اسلام قلعه زیر خاکباد با لبای تشنه یک چند روپا پولی هم که مزدورکاری کرده بود تو همونجا پیش صاحب کار ماند، پیش صاحب خانه ماند. باز گله از کشور همسایه داره. ما میخوایم او همسایه لطفا ظلم نکو، ستم نکو. این مردم درد دیده، این مردم پریشان است، ولی این گله ما بیجای است. ما خودت چی؟ ما مثلا سر برادر خود در خانه خود ظلم کنیم، همسایه را بگیم تو برادر مرا نان بده، تو برادر مرا مرد کن، من طفل خود شیر نتم بکشم، باز بگیم تو چرا شیر خشک نمیتشه؟ خودت چی کردی؟ وقتی خودت علیه خود جفا میکنی، از دیگران نباید گله بکنی. یقینا. استاد، اگر اتر کدام ارزیابی یا سروی شده که نظم در مردا بیشتر است یا در خانم‌ها بیشتر است؟ والله تو مشخصا نخواندیم، ولی معمولا در امور خانه میبینیم که خانم‌ها مرتب‌تر و منظم‌تر هستند. شاید نظر به هوش و کاری و اینا فرق کنه، مردا شاید در بعضی کارهایی که میخونی کی باشه یک مقدار نظم داشته باشن، ولی در کل در روزمره که میبینیم خانم‌ها مرتب‌تر و منظم‌تر معلوم میشن.